سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوام راجع به نمایشگر گوشی صحبت کنم. عموما ما وقتی که بخوایم یه گوشی نو بخریم، یکی از مؤلفه‌ای که خیلی مهمه که بهش توجه کنیم نمایشگر گوشی هستش. چون ما بیشتر اوقات با این نمایشگر درگیریم و هر وقت بخوایم از گوشی استفاده کنیم این نمایشگر رو هم باید بهش نگاه کنیم. مگه غیر از اینه؟ خب من نمیخوام خیلی تخصصیش کنم، فقط یه چند تا مؤلفه مهم داره که با دونستن اینو میتونید نمایشگری که متناسب با نیازتون هست رو به راحتی انتخاب کنید. خب حالا این مؤلفه ها چیان؟ اینقدر گفتم مؤلفه. اولین مؤلفش که از بقیه مهمتره اینه که باید بدونیم پنل این نمایشگر چیه، مثلا IPS یا AMOLED. بعدش اینه که باید بدونیم رزولوشن نمایشگر چه عددیه، مثلا 1920x80، 1280x720. بعد از اونم باید بدونیم که رفرش ریت صفحه نمایش چه عددیه، مثلا 60 هرتز، 120 هرتز یا 144 هرتز. اینا رو باید بدونیم. این چند تا مؤلفه خیلی مهمن. با دونستن این چند مورد میتونید خیلی راحت تر انتخاب کنید. خب بریم تو کارشون. خیلی خوب، بریم سراغ اولین مورد، یعنی پنل ها. پنل هایی که الان توی بازار هست عموما یا IPS هن یا AMOLED. خب اینو همینجا داشته باشین. همه تصاویر و نمایشگرها از پیکسل تشکیل شدن و همین پیکسل ها باعث میشن که نمایشگرهای AMOLED و IPS با هم تفاوت داشته باشن. و اما بزرگترین تفاوتی که پنل های AMOLED با پنل های IPS دارن اینه که تو پنل های AMOLED کلی پیکسل وجود داره که هر کدوم به صورت جداگانه از خودشون نور تولید میکنن و انرژی رو میگیرن و به نور تبدیل میکنن. اما تو پنل IPS اینجوری نیستش و هر پیکسل قادر نیستش از خودش نور تولید کنه و اونجا یه نیاز دارن به یه بکلایتی که این نور رو براشون تولید کنه و پیکسل و حکم فقط یه فیلتر رو دارن که باعث تغییر رنگ و نور میشن. حالا همین تفاوت باعث میشه که اتفاقات جدید دیگه‌ای رقم بخوره که میخوام اونا رو هم بهتون بگم. تو پنل های AMOLED چون اون نقاطی که توی تصویر تاریکن پیکسلاشون خاموشه، میتونن عمق رنگ مشکی بهتری به ما نشون بدن و رنگ مشکی قشنگ مشکیه. اما تو پنل های IPS چون اون نور بکلایت همیشه هست و فقط فیلترها دارن یه رنگ مشکی رو به ما تحویل میدن، هر چقدر هم که تلاش کنه نمیتونه اون رنگ مشکی رو به ما تحویل بده و همیشه رنگ مشکی یه جورایی یه خورده روشنه. تو پنل های AMOLED چون هر پیکسل داره به صورت جداگانه از خودش داره نور تولید میکنه، نمیتونه رنگ سفید رو به خوبی به ما نشون بدن و یه جورایی رنگ سفید به سمت زردی و آبی کشیده میشه. اما تو پنل های IPS چون فقط داره یه بکلایت داره نور رو به ما نشون میده، میتونه رنگ سفید بهتر و دقیقتری به ما نشون بده و یه جورایی همون وایت بالانس یا طراز سفیدی بهتری داره. اما صفحه نمایش‌های AMOLED یه مزیتی هم نسبت به صفحه نمایش‌های IPS دارن. همونطور که گفتیم تو پنل های AMOLED هر پیکسل میتونه به صورت جداگانه از خودش نور تولید کنه و وقتی هر پیکسل ماکسیموم نور خودش رو تولید کنه، در نتیجه روشنایی هم بیشتر میشه و همین مورد باعث میشه که روشنایی صفحه نمایش‌های AMOLED نسبت به صفحه نمایش‌های IPS بیشتر باشه و تو جاهای پرنور عملکرد بهتری نسبت به صفحه نمایش‌های IPS دارن. خیلی خوب، حالا بریم سراغ مصرف باتری. تو صفحه نمایش‌های AMOLED همونطور که قبلا هم گفتیم وقتی یه نقطه تاریک باشه پیکسلاش خاموش میشن و همین خاموش شدن باعث میشه که انرژی کمتری مصرف بشه و در نتیجه کمتر مصرف شدن انرژی هم باتری گوشی هم کمتر مصرف میشه. اگه با تم دارک حال میکنید برای شما صفحه نمایش‌های OLED بهتره، اما اگه با تم دارک حال نمیکنید برای شما صفحه نمایش‌های IPS بهتره، چون صفحه نمایش‌های IPS تو نورهای روشن میتونن مصرف باتری بهتری داشته باشن. اما اینکه میگن کلا صفحه نمایش‌های AMOLED مصرف باتری کمتری دارن، این میتونه اشتباه باشه. این بیشتر به نحوه استفاده شما از گوشی برمیگرده و
بستگی به این داره که شما چجوری از گوشی استفاده میکنید. یه ایرادی که صفحه نمایش‌های امولد دارن اینه که بعد این مدت یه حاله‌ای روی صفحه نمایش میفته. این به خاطر اینه که شما یه تصویر یا صفحه‌ای رو بیش از اندازه و با نور بیش از حد تماشا کردید. خب برای اینکه اون تصویر به شما نمایش داده باشه، اون پیکسل باید حداکثر و زورش رو بزنه و وقتی این بیش از حد تکرار بشه باعث میشه که بسوزه پیکسل و این حاله ها به خاطر سوختن اون پیکسل ها ایجاد میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته، روشنایی خودکار رو غیر فعال کنید و به صورت دستی نور صفحه رو تنظیم کنید و همیشه هم سعی کنید که تا آخر نور صفحه رو زیاد نکنید و همیشه اون وسط مسطا قرار بهش بدین که مشکلی برای صفحه نمایشتون پیش نیاد و اگه خدایی نکرده این بسوزه، هزینه تعمیرش و تعویضش خیلی بالاست نسبت به صفحه نمایش‌های IPS. پس مواظب باشین و به این نکته حتما توجه بکنید. بریم واسه جمع‌بندی. اگه بیشتر با تم دارک کار میکنید و براتون کیفیت رنگ‌ها، شارپنس رنگ‌ها و غلظت و کنتراست رنگ‌ها براتون مهمه، دوست دارین رنگ‌ها براتون جذاب‌تر دیده بشه، بریم سراغ صفحه نمایش‌های امولد. اما اگه گرافیست باشین یا ادیتور باشین، مثلا دوست دارین که رنگ‌ها رو تو حالت واقعی ببینید و بیشتر با محیط روشن حال می‌کنید، برید سمت IPS ها، چون پنل های IPS تصاویر رو خیلی واقعی تر نشون میدن و برای شما این مورد بهتره. حالا بریم سراغ رزولوشن. رزولوشن چی هست؟ به تعداد پیکسل هایی که کنار هم توی یک تصویر یا یک نمایشگر قرار داده شدن میگن رزولوشن. حالا هر چقدر تعداد این پیکسل ها بیشتر باشه، کیفیت و جزئیات تصاویری که ما میبینیم بهتر میشه. برای مثال رزولوشن 1920 در 1080p از رزولوشن 1280 در 720p کیفیت بهتری داره و جزئیات رو به ما بهتر نشون میده. این یه تعریف کلی بود. حالا بریم سراغ رفرش ریت. رفرش ریت یا همون نرخ بهروزهای تصویر یک واحدی برای اندازه‌گیری تعداد تصویری که یک نمایشگر میتونه توی یک ثانیه به ما نشون بده و اکثر مانیتورها و تلویزیون‌ها و نمایشگرها از این 60 هرتز پشتیبانی میکنن. هر چقدر این عدد بالاتر بره، مثلا نرخ بهروزرسانی بشه 90 هرتز، تصاویر رو به ما خیلی نرمتر و سریعتر نشون داده میشه و بالاتر. مثلا رفرش ریت مانیتوری که 120 هرتز هستش از مانیتوری که 90 هرتز هستش سریعتر و روونتره و توی بازی‌ها این خیلی به چشم میاد. مثلا نرخ رفرش ریت بالا تو بازی‌های شوتر خیلی باعث میشه که مهارت ما و عکس‌العمل‌های ما سریعتر بشه. پس هر چقدر این رفرش ریت بالاتر باشه، صفحه نمایش و نمایشگر سریعتر و روانتر و بهتر میشه و استفاده کردن از نمایشگر برای ما جذابتر باشه. این یکی از اون مؤلفه‌های خیلی مهمی بود که حین خرید کردن باید بهش توجه کنین که مانیتوری که می‌خرین چند هرتز باشه. اینم از این. خب دوستان، ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال من رو سابسکرایب کنین. و اگه دوستان راجع به موضوع خاصی ویدیو بسازم، لطفاً تو بخش کامنت ها به هم بگین. تا درودی دیگر، بدرود.